به نام او که بخشنده و مهربان است. سلام و 100,000 سلام بر شنوندگان عزیز. خوش آمدید به پادکست کافئین، همون خلوتگاه صبحگاهی همیشگیمون که قراره باهاش روزمون رو عالی و درجه 1 بسازیم. همون شات غلیظ از تاریخ ایران که با اقتباس از زندگی قهرمانان و جان‌نثاران ایرانی شروع شده و حالا در 8مین ایستگاه از فصل دوم به سراغ مشاهیر ایرانی رفتیم و حالا در این قسمت میخوایم کارمون رو با جمله‌ای مثل همه اینطوری فکر میکنن، این یک قانون نانوشته بازاره، و یا چون همه بزرگترهای ما اینجوری گفتن پس حتما درسته، پادکست رو شروع بکنیم. این جملات در واقع اینجوریه که یه سری زنجیرهای سنگین روی مغز ما انسانهای امروزی ایجاد کردن، مغز ما رو قفل کردن و ما آدمها تبدیل شدیم به مقلدهای شیک‌پوشی که میترسیم از پیش‌فرض‌های صلب اطرافمون رها بشیم و اونها رو زیر سوال ببریم. یک پلتفرم، یک سیستم یا یک کتاب مرجع رو بر می‌داریم و کورکورانه فرمول‌هاش رو کپی می‌کنیم، فقط به این خاطر که نام‌های بزرگی پشت اون فرضیات ایستادن. ما همیشه یک گوشه از عقلمون رو تعطیل می‌کنیم تا همرنگ جماعت بشیم و گزند این روزگار به ما نرسه. کمان فکرمون رو همیشه تا جایی می‌کشیم که خط قرمزهای پذیرفته شده جامعه و بازار به ما اجازه میده. فکری که با محافظه‌کاری، ترس از قضاوت و تقلیدهای کورکورانه رها بشه، هیچ وقت مرزهای دانش و نوآوری رو جابجا نمی‌کنه. این رو باید مطمئن باشیم. ما یاد گرفتیم برده فکری کتاب‌های قدیمی و برندهای پر ادعا باشیم و اما تاریخ به ما یک درس خونین رو یادآوری میکنه. تحول‌های بزرگ و فتوحات تمدنی با کپی پیست کردن و قربانگویی علمی انجام نمیشن. دستاوردهای عظیم تقاضای جسارت رو از ما دارن، تقاضای فدا کردن آبرو در برابر هجوم توده‌های مقلد و ایستادن پای اطلاعات واقعی آزمایشگاه خودمون. امروز کافئین ما بوی تند اسیدهای جوشان، طعم تلخ الکل خالص مخلوط، بوی تدارکات بیمارستانی و حرارت یک اراده عصیانگر رو میده. امروز میریم به روزگاری که منطقه در محاصره مطلق تعصبات فکری و جادوگری بود. علم پزشکی تحقیر شده بود، نفس عقلانیت در سینه حبس بود و یک ملت در تاریک ترین لبه دره خرافات و تکرار ایستاده بود و فیلسوفان ما در حال رونویسی بدون فکر از کتاب‌های یونانی ها بودند. امروز در برابر مردی می‌ایستیم که کتاب‌های بزرگ جالینوس و ارسطو را چشم بسته نبوسید. او ترازوی نقدش را برداشت، آستین‌هایش را بالا زد و با چشمان تیزبین مکتب مستقل خودش رو پای ریزی کرد. امروز مهمان اسطوره تفکر انتقادی و دکترین تجربه ایران، حکیم محمد ابن زکریای رازی است. خب اینو هم بگیم که اگه هر روز تو مسیر سر کار یا تو ترافیک گیر کردی و یا روزت رو دوست داری با یک انرژی بالا و تاریخی آغاز بکنی، کافی است برای دنبال کردن پادکست ما اسم پادکست کافئین رو در پلتفرم‌های یوتیوب یا پادگیرها مثل کست باکس و اسپاتیفای سرچ بکنی و کانال ما رو دنبال بکنی تا هیچ کدوم از این قسمت‌ها رو از دست ندی. برای اینکه اتمسفر زندگی زکریای رازی رو درک کنیم، باید خط زمان رو برگردونیم به اواسط قرن 3 هجری قمری. ایران زیر سیطره حکومت نیمه مستقل سامانیان و در مرکز خلافت عباسیان
جریان داره. این دوران از نظر ظاهری دوره ترجمه و رونق کتاب هاست، اما از نظر محتوایی دانشمندان دچار سندروم بردهداری فکری شدن. اگر کسی میخواست حرف جدیدی در پزشکی یا طبیعیات بده، حتما باید بند اولش این رو مینوشت به قول ارسطوی بزرگ یا بر اساس مکتوبات جالینوس. هیچ کس جرأت انتقاد و این داستانها رو نداشت و همه به رونویسی کورکورانه رو آورده بودن. از طرف دیگه کف جامعه غرق در جادوگری و جنگیری و خرافه های پزشکی بود. اگر کسی بیمار میشد، به جای بررسی بیولوژیکی او رو پیش رمال ها می بردن یا تعویض به گردنش می انداختن. پزشکی زمانه ملغمه ای از حدس و گمان و طبایع چهارگانه بود که بدون هیچ تستی روی مردم پیاده می شد. در این میان در شهر کهن ری پسری به نام محمد ابن زکریای رازی قد می کشه. کسی که در جوانی غرق در هنر و موسیقی بود و صراف بود، اما وقتی به میان سالی رسید به خاطر کار با مواد شیمیایی و صرافی چشمانش دچار آسیب شد. او برای درمان چشمش به سراغ پزشکان زمانه رفت، اما وقتی دید روش‌های اونها بدون اطلاعات و صرفاً بر مبنای حدسیات کتاب‌های قدیمیه، یک عصیان ذهنی در اون رخ داد. رازی 40 ساله تمام اون کارهایی که در این 40 سال از اونها درس و تجربه گرفته بود رو رها کرد و گفت من خودم باید این سیستم کورکورانه رو مهندسی معکوس بکنم. او تحصیل پزشکی و کیمیاگری رو در سنین میانی عمرش آغاز کرد، کاری که همه بهش میگفتن دیوانگی. دکترین رازی اما در یک کلمه خلاصه میشد: تجربه و دیتا محوری. او یک نوآور مخل در دنیای پزشکی بود. کار عجیبی که او بر اساس تأسیس بیمارستان بزرگ بغداد انجام داد نشان دهنده این تفکر سیستماتیک او بود. وقتی که خلیفه از رازی خواست تا بهترین نقطه شهر رو برای ساختن بیمارستان مرکزی انتخاب کنه، رازی نرفت با حدس و گمان یا بر اساس نقشه های جغرافیایی نظر بده. او دست به یک تست تجربی محیطی زد. او دستور داد چند تکه گوشت تازه رو در محله های مختلف بغداد از تیرها آویزان کنن. گوشت را در نقاط مختلف شهر می آویزیم تا ببینیم هوای کدام ناحیه سالم تر است. روز بعد رازی تک تک محله ها رو گشت و گوشت ها رو بررسی کرد. اون محله ای رو انتخاب کرد که گوشت در آن دیرتر از بقیه گندیده و فاسد شده بود. او به خلیفه این گونه گفت: اینجا جایی است که هوای پاکیزه تری دارد و میکروب ها دیرتر رشد میکنند. اینجا برای ساخت بیمارستان مناسب است. این دکترین استفاده از تست ابجکتیو یا همون تست عینی به جای تئوری های انتزاعی زمانه رازی بود. رازی در پزشکی روش پرونده نویسی بالینی رو ابداع کرد. او بالای سر هر بیمار می نشست، نبضش رو می گرفت، تبش رو چک می کرد، تمام نشانه ها و تغییرات روزانه بیمارها رو روی کاغذ یادداشت می کرد. دقیقاً کاری که امروز در بیمارستان‌های مدرن انجام میشه و بر اساس دیتای هر بیمار دارو تجویز میکرد. او کتاب معروف الشک علی جالینوس رو، در واقع همون شک ها بر جالینوس رو نوشت. این کتاب مثل شلیک یک توپ جنگی و ارکان علمی جهان آن روزگار بود. او در این کتاب با سند و دیتای آزمایشگاهی ثابت کرد که جالینوس در چندین بخش پزشکی و کالباچه‌کافی اشتباه کرده است. او میگفت لوئیز و جالینوس مردان بزرگی بودند، اما اونها هم انسان بودند و خطا میکردند. ما نباید عقل خودمان را در قفس نام آنها زندانی کنیم. او در آزمایشگاه کیمیاگریش در ری انقدر با مواد و لوله‌های آزمایشگاهی ور رفت، مواد رو تقطیر کرد و ترکیب کرد تا توانست 2 ماده مخل
و حیاتی تاریخ بشریت رو کشف کنه. الکل و اسید سولفوریک، در واقع همون جوهر گوگرد، رازی نرفت طلای توهمی بسازه. او کیمیاگری سنتی رو تبدیل به علم مدرن شیمی کرد. او نشان داد که در علم اگر شما به جای کپی کردن از رقبا سیستم تست و خطای اختصاصی خودتون رو داشته باشید، به راه حل‌هایی میرسید که بازار رو دگرگون میکنه. اما تاریخ همیشه با کسانی که مخالف جهت مردم زمانشون حرکت میکنن بد تا میکنه. سیستم مقلد و متعصب زمانه به این دانشمند عصیانگر عجیب و غریب زمانه خودش طوفانی از حسادت و تکفیر و کارشکنی هدیه کرد. پزشکان سنتی دربار که نانشان در تکرار فرضیات قدیمی بود، دیدند رازی با این روش‌های بالینی و کتاب‌هایی که می‌نویسه در دکان اونها رو تخته کرده و تهمت ملحد بودن، منکر نبوت و کافر بودن رو به رازی چسباندن. کتاب‌های او در فلسفه و نقد تفکرات سنتی رو دستاویز قرار دادند و ابو حاتم سجستانی و دیگر مذهبیون متعصب مناظرات سنگینی علیه او راه انداختند و توده‌های مردم را علیه او شوراندند. اونها اینگونه میگفتند که رازی عقل انسان رو بالاتر از همه چیز می‌داند و این کفر محض است. اوج تراژدی و بیرحمی سیستم که در تاریخ ثبت شده اما اینه که یکی از حاکمان کج‌فهم زمانه وقتی از نظریات کیمیاگری و علمی رازی عصبانی شد، دستور داد کتاب رو آنقدر بر سر خودش بکوبند تا کتاب پاره بشه یا سر رازی بشکنه. بر اثر این حجم از خشونت و ضربات مداوم، چشمان زکریای رازی در اواخر عمر کاملا نابینا شد. وقتی به پیرمرد نابینای ری پیشنهاد کردند که چشمانت را جراحی کنیم، او با همان تفکر منطقیش نگاه کرد و پرسید آیا این جراحی تضمین 100% دارد؟ و گفتند خیر. رازی هم پس گفت دست نگه دارید، من جهان را به اندازه کافی دیدم و نمیخوام بدنم را ابزار تست حدسیات شما بکنم. او در خانه‌اش را در ری بست، انزوای کامل و فقر ساختاری رو تحمل کرد، اما استانداردهای ذهنیش رو پایین نیاورد. سرانجام این ابرکاشف تاریخ، این مظهر تفکر انتقادی، در سال 313 هجری قمری در سن 60 سالگی در زادگاهش شهر ری در تنهایی و کوری اما با شرافت جان سپارد. مردی که چشمانش را از او گرفتند با کشف الکل و اسید چشمان تمدن بشری رو به روی دنیای جدید باز کرد. داستان زکریای رازی برای ما یک کتابچه راهنمای فرار از تله تقلیده. از این ذهن مستقل و جسور ما 3 درس حیاتی رو استخراج کردیم. اولین درس اینه که هیچ وقت فرضیات قدیمی جامعه رو بدون تست قبول نکنیم. رازی به ما یاد میده که بزرگترین دشمن پیشرفت توهم دانایی بر پایه کپی کردنه. او به ما اینگونه میگه که تفکر انتقادی و فرار از تله تقلید راه درست شناختن تمام جامعه است. اگر در شرکتمون کاری رو فقط به این خاطر انجام میدیم که همه رقبا دارن همین کار رو میکنن، ما در تله تقلید افتادیم. شجاعت رازی رو داشته باشیم، پیش‌فرض‌های ذهنیمون رو زیر سوال ببریم، اطلاعات جدید جمع آوری کنیم و مسیر مستقل خودمون رو بسازیم. و اما دومین درس رازی درک موقعیت بر اساس دیتای ابجکتیو، در واقع مثل همون داستان گوشت‌های بغداد. در مدیریت امروز تصمیماتی که بر اساس حس ششم گرفته بشه محکوم به شکست میشن. سازمان ما باید
سیستم تست و خطای اختصاصی خودش رو داشته باشه. محصولاتمون رو باید در ابعاد کوچک تست کنیم، رفتار مشتری رو پرونده نویسی کنیم، اطلاعاتمون رو تحلیل کنیم و بعد تصمیم نهاییمون رو بگیریم. برنده امروز مهندسینی هستن که بر اساس اطلاعات درست و اختصاصی خودشون تصمیم میگیرن، نه در واقع گمان زنی های متوهمانه افراد سیستم. و سراغ آخرین درسی که میشه از زندگی کاری و حرفه‌ای و علمی زکریای رازی بگیریم بریم: حفظ استانداردهای شخصی در مواجهه با سیستم‌های کور. در نهایت ما میتونیم با تفکر انتقادی یک مسیر رو باز بکنیم. باید به این باور داشته باشیم، اما باید هزینه متفاوت بودنمون رو هم بپردازیم. سیستم‌های سنتی و آدم‌های مقلد همیشه به کسی که قوانین بازیشون رو زیر سوال ببره حمله میکنن. داستان پاره شدن کتاب بر سر رازی داستان بسیار تلخیه. درس بزرگ برای ما اینه که اگر ایده نوآورانه ای داریم و مدیران سنتی در ابتدا به ما زنگ میزنن یا ما رو مسخره میکنن، استانداردهامون رو ما نباید پایین بیاریم. روی اطلاعات خودمون پافشاری کنیم، چراغ خاموش حرکت کنیم و بگذاریم زمان اصالت محصول ما رو ثابت بکنه. و اما در پایان این قسمت بیایید گوش جان بسپاریم به صدای پچ پچ باد در خرابه های شهر کهن ری. فرض کنیم محمد ابن زکریای رازی در آخرین شب تنهاییش، در حالی که چشمانش نوری نداشته اما ذهنش روشن‌تر از خورشید بوده، قلم برداشته و برای من و شما، برای انسان خسته سال 2026 نامه‌ای به یادگار گذاشته. فرزند من، ای که امروز در جهان فرمول‌ها، کتاب‌ها و نام‌های بزرگ نفس می‌کشی و داستان مرا در خلوت خود می‌شنوی، بدان که به من گفتند ملحد، گفتند دیوانه و گستاخ، چرا که من بت‌های علمی زمانه‌ام را شکسته بودم. به من گفتند تو را چه به پزشکی و کیمیاگری، تو صرافیت را بکن و عودت را بنواز. اما من نمی توانستم چشمانم را بر روی جهل تمدنی ببندم. من دیدم که چطور کتاب‌های قدیمی را بدون فهمیدن کپی می کنند و بیماران را به کشتن می دهند. من آستین‌هایم را بالا زدم، تمام هستیم را قمار کردم، گوشت‌ها را در بغداد آویختم تا راز پاکی زمین را بفهمم. من بالای سر بیماران بیدار ماندم و دیتای رنج‌هایشان را نوشتم. کتاب شک بر جالینوس را نوشتم تا به تو یاد بدهم عقل تو بالاترین دادگاه توست. کتابهایم را بر سرم کوبیدند، چشمانم را کور کردند و مرا در کوری و تنهایی رها کردند. اما من دلم برای فردا روشن بود. اگر امروز در بازارت، در مسیر نوآوریت با هجوم آدمهای مقلد، با بخل مدیران سنتی و با سنگاندازی زمانه روبرو شدی، گارد فکریت را باز بگذار. چشم بسته هیچ قانونی را قبول مکن. در آزمایشگاه زندگیت تست کن، دیتا جمع کن، راه مستقل خودت را بساز. اما یادت باشد، بیداری و متفاوت اندیشیدن هزینه‌ای دارد که باید با آبرو و جانت بپردازی. من چشمانم را دادم، اما الکل را به تو دادم تا زخمهایت را ضد عفونی کنی. قوی باش و بگذار نادانان هرچه می‌خواهند بگویند. خرد تو کاخی است که هیچ ضربه‌ای نمی‌تواند ویرانش کند. و خب در پایان دممون گرم که دوباره بیداریم با این شات غلیظ از تاریخ ایران. و حالا به سراغ مستنداتی بریم که این قسمت از پادکست کافئین از دل این کتاب‌های ارزشمند استخراج شده. اولین منبع کتاب بی‌نظیر و اصیل الحاوی فی الطب اثر خود حکیم محمد ابن زکریای رازی، کتاب عیون الانباء فی طبقات الاتباع نوشته ابن ابی سعیبه درباره ماجرای ساخت بیمارستان بغداد و تقابل با جالینوس، و کتاب تحلیلی و بی‌نظیر فیلسوف ری
به قلم استاد دکتر ذبیح الله صفا. و خب همراهان عزیز پادکست کافئین، همونطور که میدونید رسانه کافئین رسانه کاملا مستقله و شما میتونید برای تأمین سوخت مادی و معنوی ما و تیم تولید ما برای ادامه این پادکست ما رو از طریق لینک حمایت مالی که در کپشن تمام اپیزودها وجود داره حمایت بکنید و ما رو قدردان محبت خودتون بکنید. و در پایان این رو بگیم که شنونده پادکست کافئین بودید و کافئین رو میتونید از طریق تمام پادگیرهای معتبر مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، همچنین پادگیرهای ایرانی مثل شنوتو و تهران پادکست دنبال بکنید. و اگر دنبال تماشای نسخه تصویری ما هستید، صفحات ما در واقع پلتفرم های یوتیوب و آپارات رو دنبال کنید. و من سید محمد حسن جلالی با 8مین قسمت از پادکست کافئین همراه شما بودم. در روز دیگر و کافئینی دیگر خدایا رو نگهدار. کافئین کم کم تزریق میشه به کافئین بخشم. اینقدر خوبه درسای تاریخیش امرو فردا سم کافئین فنشن. یاد میده بشی مرد میدون با درسای مشاهیر جنوب تا ترون. بی تفنگ بم فقط یه فنجون پر درسن درس پندای بنبون. از کوروش تا امیر کبیر همه جنگیدن تا نشیم اسیر. ستار خان تو رگ این خاکه واسه همین موندیم همه تو مسیر. کافئین میده مغزت و جهت نه فقط حرفای قشنگ همه اینا هم واسه ساختن خودته. به خودت بیا با خودت نجنگ. کافه زیاده کافئین کم کم تزریق میشه به کافئین بخشم. اینقدر خوبه درسای تاریخیش امرو فردا سم کافئین فنشن. کافئین میده مغزت و جهت نه فقط حرفای قشنگ همه اینا هم واسه ساختن خودته. به خودت بیا با خودت نجنگ. نجنگ بیا خود با خودت نجنگ. با خودت نجنگ. با خودت نجنگ. با خودت نجنگ.